سلام بر بچه، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به قسمت دوم از سری آموزش ساخت ربات دیسکورد با پایتون. بچه توی این قسمت قراره که بریم حالا یه سری کتابخونه‌های مورد نیازمون رو نصب کنیم، بذاریم یه سری برنامه‌های مورد نیاز نصب کنیم مثل پایتون، وی اس کد و حالا بقیه کارا هم بمونه واسه قسمت بعد. بچه اولین حرکتی که باید بزنید اینه که برید حالا داخل اینترنت و سرچ کنید پایتون و وارد سایت خود پایتون میشید. حالا من این خورده سیستم آره توی این بخش وارد سایت که شدید یه بخش دانلود میبینید. حالا اینجا میتونید حرفه‌ای تر دانلودش کنید، ولی خب واسه ویندوز همینو میزنید و حالا شروع کنه دانلود کردن. هرچند من از قبل دارمش، شروع دانلود رو میزنم. این یه حالا پروسس کوچیکیه. اوکی، دانلود اون کامل شد. من فایل رو بازش میکنم و اینجا حالا چون من دارمش میگه که آپگرید نه، ولی شما اینجا یه گزینه اینستال نه میبینید، روی اون کلیک میکنید و اینکه بچه‌ها حتما روی تیک هایی که حالا واسهتون میاد بزنید. یه دونه تیک داره به نام add patch add python.exe to patch. خب یه همچین چیزیه. حتما تیک اون رو حالا عکسشو اینجا میذارم و حتما اون تیک رو بزنید که بتونید خیلی راحت ازش استفاده کنید. من حالا این که تمام شد میرم واسه یه سایت وی اس کد. خیلی خوب، تا موقع این کارش رو تمام میکنه من برم سایت وی اس کد رو هم بالا بیارم. شما میتونید سرچ کنید دانلود وی اس کد. و اینکه بچه‌ها یک چیزی هم بگم، مهم نیست که حالا شما توی لینوکس هستین، توی ویندوز هستین، توی مک هستین، حرکتایی که ما میزنیم واسه همه سیستم قالب پشتیبانیه و هیچ مشکلی نداره کلا. شما اینجا یه سری باکس میبینید. حالا اگه توی لینوکس هستین از این باید استفاده کنید، اگه توی مک هستین این رو دانلود کنید و حالا ما چون توی ویندوز هستیم این رو دانلود میکنیم. اگه ویندوزتون از 10 و 11 پایین تره هست توی اینترنت بگردید و حتما پیدا میشه. شما وقتی وارد این صفحه میشید خود به خود شروع میکنه دانلود کردن و حالا اینجا میاد اگر که شما IDM یا همون اینترنت دانلود منیجر داشته باشید مثل من اینجا واسهتون بالا میاره. ولی خب ما چون که از قبل داریمش کاری باش نداریم. اونم واقعا نصب کردن خاصی نداره روشش و اینکه شما روش کلیک کنید و برید جلو کار تمامه. و اینکه بریم وارد بحث کتابخونه هم بشیم. برید بچه، وقتی شما پایتون نصب کرده باشید و اینجا بزنید پایتون 100% پایتون ورژنتون رو اینجا بالا میاره که خب جوری هم که اینجا احتمالاً این داره کامل میشه و آخرشه. و اینکه اگر حالا این رو نیاورد حتما برید دوباره نصب کنید پایتونتون رو، یه اشتباهی شده. من از این خارج میشم. و اینکه بچه شما برای اینکه حالا توی این دوره بتونید شرکت کنید نیاز دارین به یه دونه کتابخونه که از اول تا آخر با همون کار میکنیم به نام دیسکورد. پایتون داش ام پیپ اینستال دیسکورد رو حالا میزنید و صبر میکنید تا نصبش کامل بشه. یه سری کتابخونه‌های دیگه هستن که کمکی هم و خب اونا رو تو طی حالا دوره میتونید ازشون استفاده کنید و حالا اونا رو معرفی میکنیم هر جلسه. خب واسه من چون از قبل هست، من سعی که شاید آپدیت کنه، ولی خب واسه من چون از قبلا نصب هست توی سیستمم آپدیتی نداد و اینجا گفته که این حالا برنامه‌ای که میخواین، کتابخونه که میخواین هست توی این مکان و مشکلی نداره. خیلی خوب بچه، اینم از این ویدیو. از قسمت بعدی دیگه کارمون رو با دیسکورد شروع میکنیم. تا اینجا فقط یه سری حرکت رو زدیم که به صورت پایه بتونیم بیاین جلو و اینکه حرف برای گفتن نیمونه. تا بعد.